پشت صحنه برنامه گشرشو هستیم. بچه‌ها دارن از صبح زحمت میکشن، فعالیت میکنن، لوکیشن‌ها رو آماده میکنن. ان اولین مصاحبهمون قرار فردا ضبط بشه. قرار گشر واقعا تمام تلاشش با تیم جوونا در کنار همدیگه ادغام کنه و یک برنامه بسازه در شأن هرمزگان و مخصوصا جزیره قشم. امیدوارم همه دوستان لذت ببرن. الان بچه‌ها دارن، هر کسی داره برنامه رو هماهنگ میکنه. بچهای روابط عمومی، کارهای رابطه ها، ارتباطات، بچهای صحنه، بچهای فیلمبردار، عکاس و آقای فیلمبردار آرمین خان دارن زحمت میکشن، همه کارا انجام میدن. یه جمله خیلی خفن هم شنیدم از یکی از بچه‌ها که اسم انتخاب کرده واسه بحث گشه، همونو بگو دوباره. آقای محمد خان، یکی از بچهای تیم گشر شو. جزیره قشم هم یه روزی گشر بوده که از توی دریا به وجود اومده و شده جزیره قشم. گشر شو هم همین اتفاق امیدوارم بیفته واسش و از زیر دریا بیاد بیرون و بشه واسه خودش جزیره. مطمئن باشید در کنار هم با بچهای تیم جوون قرار حسابی بهتر کنیم. میریم کنار دانیال ببینیم دانیال نظرش چیه راجع به گشر شو. سلام. اولی خدا قوت بگم به محمد رضا، به آرمین، به محمد، به کیانوش که اومدن بریم کار رو با هم جمع جور میکنیم. انشالله که اتفاقات خوبی در پیشه. من ذهنم نسبت به این قضیه انرژی خوبی داره میده و به نظرم که خیلی اتفاقای مثبت و قشنگی میتونه بیفته، هم برای ما به عنوان گروه گشر شو، هم برای جزیره و مردم بومی اینجا. امیدوارم که این بازی بردی که شروع شده ادامه دار باشه و نهایتاً یه خاطره خوب برای هممون از جزیره و برنامه گشر شو باقی بمونه. دوستان واقعا برنامه سنگینه، یعنی به ظاهر ما میخوایم پشت دوربین بهترین عملکرد رو داشته باشیم تا شما بتونید در بهترین حالت ممکن برنامه رو ببینید. چیزمون تو فشاریم، واقعا تو فشاریم. خیلی برنامه سنگینه، یعنی به ظاهر شما یه چیز ساده رو میبینید، یه برنامه‌ای که میخواید راحت از گوشی یا هر چیزی ببینید، ولی فشار کاری که هست روی بچه‌ها و خودمون خیلی زیاده. حالا کیانوش هم امروز اومده کنارمون، میخواد کیانوش هم انشالله در کنار تیم گشر شو فعالیت کنه به عنوان عکاس فیلمبردار. نظرت چی بوده تا الان که یهو اومدی وارد برنامه شدی؟ با سلام. اولش که با بچه‌ها آشنا شدم، اولین بار میبینمتون، ولی خب خیلی خونگرم و دوست داشتنی و دوستانه رفتار شد. خیلی نکته مثبتیه. آقا دانیال، گشر یعنی چی؟ یعنی مرجان که زیر آب هست و بهش میگن گشر. خیلی جالب. به نظر این برنامه چیه؟ چه اتفاقی قراره فضای بیفته؟ خیلی خوبی دارید و اینکه اگه همینجوری پیش بریم مسیر خوبی رو در پیش گرفتیم. امروز چندم بچه؟ هفتم؟ 7/4/1403 تست برنامه رو داریم میگیریم. انشالله فردا اولین مصاحبه ضبط و ریکورد میشه. داریم با میکروفون بازی میکنم. ضبط و ریکورد میشه. تو این هفته آمادش میکنیم با یه تیزر خیلی خفن. منتظر برنامه خیلی جذاب و پرمخاطب گشر شو باشید با تیم جوان. این خیلی مهمه که یک تیم جوان دارن با هزینه شخصی خودشون یه برنامه میسازن در حد برنامه‌های تلویزیونی، ولی در کنار همدیگه با هزینه شخصی، فقط به خاطر علاقه که به هرمزگان و ایران دارن.